به نام آفریدگار عشق و دوستی. فصل 5 بخش 4. ژولیتا امشب هم دراز کشید تا بخوابه، اما خوابش نبرد. در این سفر پرماجرا به سبب دستاوردهای بزرگی که برای شناخت خود و شوالیه داشت، ذهن و بدنش خیلی خسته شده بود. گیسوانش چون آبشاری از طلا بر پشت و سینه‌اش چنان در هم تابیده بودند که همچون امواج طلای رنگ غروب دریا روی چهره نگران و در حال خوابش فرو می‌غلتید. چشماشو باز کرد و حسی نامنتظر از ترس و تنهایی به سراغش اومد. با وجود تمام رخدادهای شورانگیز و تکان دهنده‌ای که براش پیش اومده بود، نمیتونست بفهمه که چرا این احساس ترس و تنهایی دست از سرش بر نمیداره. اون نمیدونست که خستگی زیاد درها رو روی احساس تنهایی باز میکنه. دانست که با وجود ستیزه‌های بیشماری که با شوالیه داشت، خوابیدن در میان بازوان اون براش خیلی آرام بخش بود و چون الان این کار شدنی نبود، به خرس نزدیک شد تا کنارش بخوابه. سرش رو روی شکم گنده خرس گذاشت و آروم گرفت. خرس هم پنجه خودش رو روی شونه ژولیتا گذاشت. ژولیتا با حس دلپذیری از گرما و امنیت در میان ابری از خواب و رویا شناور شد. به هنگام خواب کم کم رویایی به سراغش اومد و ناگهان چهره مرلین در رویاش پدیدار شد که با مهربانی و دلجویی بهش لبخند میزد. عزیزم، به دنیای رویابینی هنگام خواب خوش اومدی. ژولیتا پرسید یعنی چی؟ مگه من در بیداریم رویا میبینم؟ و سپس تکرار کرد رویای زمان بیداری. این دیگه چیه؟ مرلین خندید. ژولیتا، گنجایش تو برای یادگیری خیلی بالاست و به خودم میبالم که در این سفر با تو همراهم. ژولیتا پرسید میخوای بگی که رویا پردازی در زمان بیداری با اون چه که هنگام خواب میبینیم فرق داره؟ مرلین پاسخ داد از اساس نه. ما همیشه در یک فرآیند یادگیری هستیم و گمان میکنیم که رویای هنگام خواب چیزی متفاوته، چون بیشتر رویاهای در حال خواب پیام‌ها و نمادهایی میفرستن که چندان قابل فهم و درک شدنی نیستن. حالا با زیرکی و هوشیاری بیشتری به موضوع نگاه کن. تا حالا به زندگی روزمره هنگام بیداری با باریک بینی نگاه کرده ای؟ آیا به این نکته نرسیدی که در اونجا هم درگیر رخدادهایی هستیم که درکشون برای ما دشواره؟ بیشتر اوقات درک رخدادهایی که هنگام رویای روزانه پیش میان هم برای انسان به این سادگی ها نیست. ژولیتا تصدیق کرد. پس گاهی حتی در بیداری هم احساس سردرگمی میکنم. مرلین گفت مردم همیشه از من میخوان که خواب شبانه‌شون رو تعبیر کنم. اما اگه بذارن که رویاهای بیداری اونها، یعنی اون چرا که در سر میپرورونند رو براشون روشن کنم، شاید خوابهای شبانه‌شون تا این اندازه براشون نامفهوم نباشه. ژولیتا در خواب به مرلین گفت اون چنان گیجم کردی که فکر کنم بهتره بیدار شم. مرلین گفت نه، این کارو نکن. در این رویای شبانه چیزای شگفت انگیزی میبینی که برات سودمند و خوشاینده. و به نرمی افزود میخوام در این خواب به نکته‌های جالب توجه کنی. ژولیتا در خواب تصاویری از دوران نوجوانی خودش رو دید. شاه دختری با پدرش پادشاه در کاخی بسیار ارزنده با انبوهی گماشته و چاکر و ندیمه. اون هرچی که میخواست در اختیارش بود و در خواب میدید که تمام اوقات خودش رو با سرهم کردن داستان درباره مرد دلخواهی که میخواد در آینده باش ازدواج کنه میگذرونه. انتظار هم داره که همه ندیمگان به تمام داستانش گوش بدن. این که شوالیه سوار بر اسب سفید آخرین مدل از راه میرسه اونو نجات میده. ندیمگان یک صدا میپرسن خب چه کسیه؟ پاسخ ژولیتا این بود خیر، باید گفت از دست چه کسی. و اونها میگفتن خب از دست چه کسی؟ و ژولیتا پاسخ میداد از دست هر کسی. و ادامه میداد همه شاه دخت‌ها به این سبب که شاه دخت هستن باید به شیوه‌ای از دست کسی نجات داده بشن. اون کمترین تردیدی در یافتن مرد کامل و دلخواهش به خودش راه نمیداد. هرچی باشه اون یه شاهزاده خانم بود. شاه هم که همواره وظیفه خودش میدونست که هر چیزی که دخترش میخواد باید بی برو برگرد براش فراهم بشه. اون یکی یک دانه دردانه و عزیز دل بابا بود. ژولیتا دریافته بود که ذهنش اونچنان نیروی تخیلی داره که به خودش باورونده بود که باید بی برو برگرد به دست کسی نجات داده بشه. و در همین رویا به یاد آورد که در اون زمان حتی غولی رو در ذهنش آفریده بود که اونو دزدیده بود و تو برجی به بند کشیده بود. و درست یک هفته بعد از اون شوالیه سوار بر اسب سفید با زرهی درخشان برای نجاتش اومده بود. او فریاد کنان کمک خواست و شوالیه نقاب کلاه خودش رو بالا زد و به پیرامون نگاه کرد. ژولیتا مردی رو دید خوش سیما با لبخندی شیرین که اون همون سواریه که با معیارش برابره.
شوالیه سرشو بالا کرد و ژولیتا رو کنار پنجره دید و فریاد زد بانو آیا شما بودید که کمک می‌خواستید؟ و ژولیتا گفت بله من بودم. شوالیه برای بار دوم گفت به چه سبب؟ چه شده است؟ ژولیتا با دلخوری گفت یعنی که چیه چه شده؟ فکر کردی برای سرگرمی به کمکت احتیاج دارم؟ و شوالیه گفت باید دلیلش رو بدونم پیش از اون که دست به کاری بزنم و باید برای اون دلیلی پذیرفتنی داشته باشم. ژولیتا از اون بالا به شوالیه نگاه کرد و به خودش فکر کرد به هیچ رو از آدمای روشنفکر و منطقی خوشش نمیاد، اما چیزی در وجود این مرد بسیار خواستنی بود. کمی خودش رو جمع و جور کرد و گفت من زندانی یک غول هستم و نیاز دارم که نجات داده بشم. شوالیه فریاد زد اوه آری این خود یک دلیل پسندیده است که به شما کمک کنم، چون نجات دوشیزگان پاک نژاد در بند از کارهای یک شوالیه است. دنباله ماجرا بر اساس رویاهای شاهزاده خانم یکی پس از دیگری اتفاق افتاد. شوالیه غول را از پا در آورد و شاهزاده خانم ما را نجات داد و اونو پر ترک اسب خود نشوند و در یک شامگاه شاعرانه به دور دستها تاختند. ژولیتا دستهاش رو گرد کمر شوالیه گذاشته بود و به خوشنودی گفت تو به همون دلیری هستی که همیشه میپنداشتم. پدرم پادشاه برای پاداش این افتخار رو به شما خواهد داد که با من ازدواج کنید. شوالیه انگار پاش رو محکم روی ترمز زده باشن با شگفتی گفت اما من نمیخوام ازدواج کنم. ژولیتا شگفت زده اونو نگاه کرد. در حقیقت این پاسخی نبود که انتظار شنیدنش رو از سوی قهرمان رویاهاش داشته باشه. کمی به خودش مسلط شد و گفت تو فکر نمی‌کنی که من خیلی زیبا هستم؟ شوالیه لبخندی زد و در همین هنگام بود که ژولیتا با خودش گفت وای چه لبخند زیبایی. شوالیه پاسخ داد به گمان من شما در زیبایی بیمانند هستین. ژولیتا در ادامه گفت همچنین برایت برنامه‌های هیجان انگیز و شگفت‌آوری در نظر دارم. شوالیه در پاسخ گفت جمله آخرتان را نشنیده میگیرم. ژولیتا رک و پوزکنده گفت تو همون شاهزاده رویاهای منی که سالها چشم به راهش بودم تا باهاش ازدواج کنم و در تمام زندگیم بهش عشق بورزم. شوالیه که در برابر چنین بی‌پردگی که نشانی از آزرم در اون نبود هاج و واج بود، نفسی تازه کرد و گفت اما من شاهزاده نیستم، من تنها یک شوالیم. ژولیتا گفت نگران نباش، پدر من پادشاهه و وقتی که تو با من ازدواج کنی اون تو رو به مقام شاهزادگی میرسونه. شوالیه بران شد تا قاطعانه برخورد کنه. ببین شاهزاده خانم، من به شدت درگیر کارهای شوالیه‌گری بوده و همیشه در جنگم. دوشیزگان پاک نژاد دربند رو نجات میدم. هیولا و اژدها از پا در میارم. در زندگی من زن و ازدواج جایی نداره. ژولیتا که نمیخواست چنین شوالیه‌ای از چنگش فرار کنه گفت چرا فکر میکنی که نمیتونی همسر بگیری؟ شوالیه با خردگیری گفت من همه عمرم رو به سپاهیگری پرداختم و از دنیای زنان هیچ چیز نمیدونم. شوالیه نمیدونست که پیشینه سالها بودن در میدانهای جنگ و مبارزه در حقیقت تمرین خیلی مناسبی برای زندگی زناشویی بوده. اشک در چشمان ژولیتا حلقه زد و گفت من میتونم به تو یاد بدم که چگونه به من عشق بورزی. این سخن از زره آهنین شوالیه گذشت و در قلبش رخنه کرد و با نرمی گفت بیگمان میتوانید به من بیاموزید، اما من غرق در دنیای خودم هستم و نمیتونم توی مکان پابرجا بمونم. ژولیتا تصمیمش رو گرفته بود و میخواست مرد رویاهاش رو به هر قیمتی به دست بیاره. با صدای نرم و آرام شاهزاده خانمی که کمر بسته تا به هر شکل بخواستش برسه گفت پدرم قانونی گذرانده که هر کس که منو از دست دیو برهونه باید با من ازدواج کنه. شوالیه پرسید و اگه اون تن به ازدواج نده؟ ژولیتا پاسخ داد و همچنین این فرمان رو داده که هر کس این قانون رو اجرا نکنه سر از بدنش جدا کنه. شوالیه بیچاره برق از سرش پرید و بدون هیچ چک و چانه‌ای گفت عزیزم کی ازدواج کنیم؟ ژولیتا که داشت خواب میدید لبخندی همراه با عذاب وجدان بر لبانش نشست، چون روشش برای به دست آوردن مرد رویاهاش ستمگرانه بود. در جریان همین خواب اون به صحنه‌هایی از نخستین سالهای زندگیش با شوالیه وارد شد. رویاشون رو به نخستین سال ازدواجشون برگردوند. پدرش 2 هدیه عروسی به اونها داده بود. زرهی برای شوالیه از ترکیب آلیاژهای گرانبها و کاخی با شکوه به بهای $800,000 تا در اون زندگی کنند. کمی که دقت کرد فهمید که در تمامی این سالها خودش زندگیش رو درون یک کاخ و شوالیه درون یک زره سپری کردند. سال نخست ازدواج به راستی هر دو احساس خوشبختی می‌کردند. سال بعد شوالیه به سر کارش برگشت و ژولیتا هم تلاش کرد از کاخی با دیوارهای سنگی کانون گرم خانوادگی بسازه.
و به این ترتیب شوالیه همیشه در جنگ‌های صلیبی بود و ژولیتا چشم به راه بازگشتش. ژولیتا برای گذراندن زمان سرگرم بافتن قالی شد و به همراه اون هر از گاه دمی هم به خمره میزد. او همیشه ناچار بود شوالیه را به سبب بی‌مهری، سردی، تمایل نداشتن به نزدیکی و مهرورزی در خلوت ببخشه، با این امید که اون سرانجام روزی عشق ورزی رو یاد میگیره. و در همین دوران بود که شوالیه به کلی درون زرهش زندگی میکرد و هر روز بیشتر باهاش یکی میشد. اون با خودش با ژولیتا به کلی بیگانه شده بود تا اینکه سرانجام با احساسی از درد و سنگینی ناشی از زره خودش ناگزیر آغاز یک سفر کشف و شهود رو برای رها شدن از زره احساس کرد. این سفر سخت که خیلی به درازا کشید پایان گرفت و اون مهربانتر و با گنجایش بیشتری برای یک رابطه احساسی با ژولیتا بدون زره بازگشت. ژولیتا شوالیه رو برای سالهای دراز جدایی بخشید و هر دو برای ساختن یک رابطه تازه تلاش کردند، اما اینم نتیجه نداد و هنوز چیزی بود که سبب جدایی اونها از خودشون و از یکدیگر میشد. مرلین بار دیگه به خواب ژولیتا برگشت. ژولیتا آهی کشید و گفت: در تمام این سالها من افسوس یک همسر کامل رو داشتم و هرگز اونو نیافتم. مرلین گفت: انسان‌ها همگی همواره در یک فرایند یادگیری و رشدن، پس نمیتونی انتظار یافتن یک انسان کامل رو داشته باشی. موضوع بر سر یافتن یک همسر کامل نیست، بلکه باید کسی رو بیابی که بتونی در برابر اشتباهاتش گذشت کنی. ژولیتا گفت: آیا با این سخنان میخوای به من بگی که هر بار که شوالیه کار اشتباهی انجام میده باید اونو ببخشم؟ مرلین پاسخ داد: در بسیاری از موارد شاید ما برداشت درستی از کار اشتباه نداشته باشیم. ژولیتا با بدگمانی به مرلین نگاه کرد و گفت: آیا میخوای بگی اگه من شوالیه رو برای کارهای اشتباهش گناهکار بدونم خودم هم گناهکارم؟ مرلین خندید. گفت: اگه من در همه بگو مگوهای بین زن و شوهرها وارد میشدم الان زنده نبودم. ژولیتا که همیشه کنجکاو بود سن جادوگر رو بدونه با خودش گفت: خب حالا که ما 2 نفر در خواب من هستیم میتونم سن و سال جادوگر رو بپرسم. گفت: مرلین تو چند سالته؟ مرلین لبخندی زد و گفت: این که تو سن و سال منو بدونی کمک چندانی بهت نمیکنه و از اون بدتر این موضوع تمام فکر تو رو از زمان و درازای زندگی یک انسان به هم میریزه. گمان کنیم هر کس که هم سن و سال من بود باید 300 سال پیش مرده باشه. ژولیتا خندش گرفت و مرلین ادامه داد: مردم همیشه درباره بخشش میگن، اما خیلی اندک هستن کسایی که مفهوم راستین بخشیدن رو بدونن. این موضوع تا اندازه پیچیده است. ژولیتا که درست سخنان مرلین رو نفهمیده بود گفت: آیا نمیشه به سادگی گفت تو رو میبخشم و کارو یک سره کرد؟ مرلین گفت: نه، مگر اینکه فرایند بخشش رو به روشنی پیش چشم داشته باشی. پیش از همه به تو پیشنهاد میکنم وقتی شوالیه کاری میکنه یا سخنی میگه که به تو توهین میشه یا خشمگینت میکنه، این احساسات رو به شکل فیزیکی و عملی بیرون بریزی، به شیوهی که سبب خرسندی و تسکینت بشه. برای نمونه یک بالش بردار و سرش داد بزن. هر اندازه دلت خواست فریاد بکش، حسابی بهش مشت و لگد بزن و تصور کن که اون بالش شوالیه است. ژولیتا حرفش رو برید و پرسید: به راستی تصور کنم که مشت و لگد رو به شوالیه میزنم؟ مرلین زد زیر خنده. تنبیه و کیفر دادن به آدم‌ها از بخشیدن راستین اونها جلوگیری میکنه. وقتی فهمیدی که از اون احساسات سهمگین رهایی پیدا کردی، تازه باید آماده بشه که کسی رو ببخشی. برای نمونه شوالیه رو به سبب این هیجانات که در تو به وجود آورده. مرلین به اینجا که رسید درنگ کرد و گفت: حالا به مهمترین بخش ماجرا میرسی، بخشیدن خودت. حالا نوبتمونه که خودت رو ببخشی که نتونستی بر احساسای خودت چیره بشی. تنها اینطوری میتونی از شرشون رها بشی و حالا دیگری رو ببخشی. ژولیتا اندیشمندانه سخنان مرلین رو تایید کرد و گفت: پس من همیشه و پیش از همه باید خودم رو ببخشم. مرلین گفت: درسته، تا زمانی که کسی خودش رو نبخشیده نمیتونه به شکل کامل دیگری رو ببخشه. وگرنه همیشه میخوایم کسایی رو که به ما آسیب رسوندن گناهکار به شمار بیاریم. کوتاه و ساده، همیشه اونچه که بر ما میره رو به گردن دیگران میندازیم. ژولیتا پرسید: پس اینطوریه که تو دیگران رو در رخدادها گناهکار نمیدونی؟ مرلین لبخند پرمهری بهش زد. در مورد من شاید درک موضوع کمی آسون‌تر باشه، چون همه اون کسایی که در رخدادهای زندگیم گناهکار میدونستم
دیگه مردن. به هر رو میدونم که باید مسبب اون رخدادها رو بیشتر در خودم جستجو کنم. جولیتا خندش گرفت، ولی بعد از اون با چهره جدی و صدای ملایم پرسید: آیا میشه روزی من و شوالیه با هم به یگانگی برسیم؟ مرلین گفت: به همین سبب که با من به این سفر اومدیم. ناگهان صدای مرلین تغییر کرد، گویی که از یک سرچشمه ناشناخته به گوش می‌رسید. اگر تو و شوالیه هنگامی که خواب هستین بتونین در رویاها و خواسته هاتون همزمان به هماهنگی با هم برسید، اون وقت به هنگام بیداری هم به چنین هماهنگی خواهید رسید. همزمان با پایان گرفتن سخنان مرلین، ناگهان شوالیه در حالی که دستش رو برای گرفتن دست جولیتا به سوی اون پیش آورده بود، در خواب جولیتا پدیدار شد. جولیتا هم دستش رو به سمت اون دراز کرد. نجوای مرلین به گوش می رسید: یکدیگر رو لمس کنید، دستان همدیگر رو بگیرید. اونها چند گام بیشتر با هم فاصله نداشتن، اما انگار خلاف جهت باد و طوفانی شدید گام برمی داشتن. جولیتا و شوالیه برای گرفتن دستهای همدیگه تا اونجا که میتونستن دستهاشون رو پیش بردن، اما همه تلاش‌ها بیفایده بود و طوفان سهمگین رویا رو برهم زد. جولیتا با چشمانی اشکبار همونطور که محکم خرس رو بغل کرده بود و تلاش میکرد اونو ببوسه از خواب بیدار شد و این صدای خرس بود که اونو بیدار کرده بود و با وحشت میگفت: جولیتا داری چی کار میکنی؟ ما تنها چند روزه که همدیگر رو میشناسیم. گونه های جولیتای بیچاره از شرمندگی سرخ شده، گفت: متاسفم، تو رو با کسی دیگه اشتباه گرفتم. خرس گفت: چی؟ غیرتی شدم، میخوای بگی خرس دیگه هم در زندگی تو هست؟ جولیتا اندوهگین پاسخ داد: نه، تنها یک مرد در زندگیم هست که اون هم هیچ وقت کنارم نیست. پایان بخش 4.